نابغه ریاضی ایران و جهان مریم میرزاخانی در 13 اردیبهشت 1356 در تهران متولد شد. پروفسور میرزاخانی پس از طی دوران طلایی در دبیرستان و کسب 10 مدال طلا و المپیاد ریاضی با موفقیت وارد دانشگاه صنعتی شریف شد. پس از گذران دوره تحصیلات لیسانس با دریافت بورسی از طرف دانشگاه هاروارد امریکا به ایالات متحده رفت و سپس دوره دکترای خود را نیز در آن دانشگاه پشت سر گذاشت. او در 31 سالگی و در دانشگاه استنفورد به عالی ترین جایگاه دانشگاهی که مقام استادی است دست یافت. مریم در سال 2014 برنده مدال فیلدز که بالاترین جایزه در ریاضیات است شد. تا به امروز وی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده جایزه فیلدز در جهان می باشد. این استادیار جوان پس از پشت سر گذاشتن دورانی اسرارآمیز در دانشگاه پرینستون به عنوان یکی از 10 مغز برتر امریکای شمالی معرفی شد و به او لقب صدشکن دادند. مریم میرزاخانی یک بانوی ایرانی تبار است.